تا حالا فکر کردید اگه خمینی از راه نرسیده بود و انقلاب مردم ایران رو ندزدیده بود، الان هر کدوم از این آخوندها و مهره های ریز و درشت نظام ولایت کجا بودن و چی کار میکردن؟ خامنه ای تو بیت زهرا از این قبر به اون قبر میرفت و روزه میخوند. زنگنه وزیر نفت یه شیلنگ و یه پیت دستش بود، از باک ماشینا بنزین میدوزید. محسن رفیق دوست یه دستمال یزدی به گردنش انداخته بود و تو بازار دلالی میکرد. شمخانی یه تیزی میذاشت تو جیبش و شرخری میکرد. ظریف تو نیویورک مکدونالد تبلیغ میکرد. علم الهدا جلوی قبر خمینی آفتابدار بود. سلامی تو لاله‌زار بساط مارگیری داشت. برادران لاریجانی تو عراق سیگار 4 خط قاچاق میکردن. کالیباف تو فیلم‌ها نقش کتکخور رو بازی میکرد. نمکی از وزیر بهداشت تو رباط کریم پشم گوسفند میتراشید. صدیقی تو شهرشون بساط آبگوره‌گیری داشت. قاسم سلیمانی توی ترمینال جنوب قالپاق میدوزید. روحانی به خاطر کلاهبرداری تحت تعقیب بود. رئیسی به جرم قتل عمد تو زندان بود. احمد خاتمی هم توی باغ وحش تو قفس خرسا بود. جنتی هم معلومه دیگه، جنتی فسیل بود، تو موزه آثار باستانی خاک میخورد. بقیه‌شون رو هم شما بگید.